Let's learn more. بیا بیشتر بیاموزیم. Learn the words. آموختن لغات. map به معنی نقشه. marker به معنی مارکر یا نشانگر. گلوب به معنی کره زمین. گلوب به معنی کره زمین. تیبل به معنی میز. تیبل به معنی میز. بورد به معنی تخته. بورد به معنی تخته. ویست بسکت به معنی زباله‌دانی. ویست بسکت. پوستر به معنی پوستر. کریون به معنی رنگه یا مداد شمعی. make sentences به معنی ساختن جملات. This is a map. این است یک نقشه. This is a marker. این یک مارکر است. This is a waste basket. This is a desk. این یک میز است. This is a board. این یک تخته است. This is a poster. این یک پوستر است. This is a crayon. این یک رنگه یا مداد شمعی است. This is a globe. این یک کره زمین است. Play a game. Ask your partner. بازی کنید و بپرسید از همکارتان. Is this a poster؟ اگر سوال جور کنیم آیا این یک پوستر است؟ Yes it is. اگر باشه میگیم بله است. No it isn't. نه خیر نیست. It is a book. این یک بوک است. Is this a poster؟ آیا این یک پوستر است؟ No it isn't. نه خیر نیست. It is a marker. این یک مارکر است. Is this a marker؟ آیا این یک مارکر است؟ No it isn't. It is a crayon. این یک مداد شمعی است. It's a chair. این یک چوکی است. Is this a pencil? Yes it is. Is this a waste basket؟ آیا این یک زباله‌دانی است؟ Yes it is. بله است. It's a waste basket. این یک زباله‌دانی است. make sentences. ساختن جملات. take out your book. بیرون کن کتابت را. open your book. باز کن کتابت را. close your book. بسته کن کتابت را. put away your book. کنار بگذار کتابت را یا کتابت را کنار بگذار. let's read. بیایید بخوانیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
بال توپ. بای به معنی پسر. برد به معنی پرنده. پیچ به معنی شفتالو. پیچ. پنسل به معنی پنسل یا مداد. پنک به معنی گلابی یا صورتی، رنگ گلابی یا صورتی. پنک.